سلام. این ویدئویی که تایم قراره که این دوره برگزار شد، من قراره که یک ویدئو ببینید از من در ارتباط با یه دوره خاص که برگزار کردم، زیست شناسی برای کودکان. تایم خاص داره، تاریخ خاص داره و یه هزینه خاص داره، اما این اصلا به این معنی نیست که قراره همینجا تموم بشه. اینکه من این دوره رو با یک سری اهداف خاصی برگزار کردم که در ادامه توی اون ویدیو براتون میگم. اگر که مایل هستین همچنان این دوره شرکت کنید و حتی اگر که شیرازی نیستین یا اینکه بچهای شما شیرازی نیستن یا کسی رو توی فامیل یا آشناتون میشناسین که فرزند بین 6 تا 10 سال داشته باشه، ایمیلی که اینجا براتون می نویسم ایمیل بزنید یا شماره تماسی که براتون گذاشتم، چون که خیلی برای من مهمه که حتی اگر یک نفر هم خواستار برگزاری این کلاس ها باشه و بخواد یک چیزی از من یاد بگیره، من براش این دوره رو برگزار میکنم، این کلاس رو برگزار میکنم. راستش خودم عاشق اون مباحثی شدم که قراره توی این دوره تدریس کنم و عاشق نحوه بیانم شدم که کاملا مناسب با بچه های 6 تا 10 ساله، مناسب با طرز فکرشون، مناسب با خلق و خوشون و بیانش خیلی قشنگه. و تازه خودم دارم فکر میکنم که ای کاش اون موقعی که من بچه بودم یه نفر با این شیوه برام زیست شناسی رو توضیح میداد و الان خیلی درک عمیق‌تر و بهتری از زیست شناسی محیط اطرافم به زمینی که دارم روش زندگی میکنم داشتم. بنابراین این فیلم رو برای میذارم تو یوتیوب به خاطر اینکه اصلا به زمانش و به تاریخش، به هزینهش و به مکانش توجهی نکنید. توجه کنید به اهدافی که دارم و اگر که شرایطش رو ندارین که توی این دوره شرکت کنید به من ایمیل بزنید یا با من تماس بگیرین. من قطعا این دوره رو برای یک نفر هم که شده برگزار میکنم تا به اون اهدافی که دارم برسم. سلام، من مهتاب هستم، مدرس دوره زیست شناسی برای کودکان. اجازه بدین که هدفم رو از برگزاری این دوره براتون توضیح بدم. اول اینکه زیست شناسی علم زندگی هست و با آموختن اون به کودکان میتونیم به اونها یاد بدیم که از سنین پایین چطور بهتر با محیط اطراف خودشون تعامل داشته باشن و درک بهتری از اون داشته باشن. باعث افزایش آگاهی در جامعه میشه و کمک به حفظ محیط زیست. یاد گرفتن علوم مختلف در سن پایین میتونه باعث برانگیختن احساس شگفت زدگی و حیرت نسبت به علم بشه. برای همین این کمک میکنه که در سن بزرگسالی اون فرد اشتیاق بیشتری برای یادگیری علم، برای پژوهش کردن از خودش نشون بده. زمانی که از سن پایین مباحث پایه‌ای یک علم رو یاد بگیرن، در بزرگسالی عمیق‌تر میتونن یادش بگیرن. در ادامه هم اجازه بدین که من سرفصل‌های این دوره رو براتون توضیح بدم. چگونه به وجود آمدیم که به مسئله پیدایش میپردازه، گونه‌زایی و یک مقداری از تکامل. از چه چیز ساخته شدیم؟ به سلول ها میپردازیم و اجزای درون سلول ها و همچنین ژنوم اون سلول. طبقه بندی موجودات زنده، از اینکه اصلا چرا موجودات زنده رو طبقه بندی میکنن و بعد این طبقه بندی به چه صورت هست
گیاهان، جانوران، باکتری ها، به تک سلولی ها و پرسلولی ها میپردازیم و همچنین اینکه انسان در این طبقه بندی در کجا حضور داره. سفر به درون بدن انسان که به صورت خلاصه به اجزای بدن و ساختارها و کارکردهای بدن انسان میپردازیم. میتونید اطلاعات بیشتر رو مطالعه کنید. امیدوارم که فرزندان شما اوقات خوشی رو در این دوره سپری